همه اشتباه میکنند که البته در این خصوص بحث وجود ندارد، اما همه از اشتباههایشان درس نمیگیرند. بعضی آدم ها یک اشتباه را برها و برها تکرار میکنند و وقتی هیچ پیشرفت نمیکنند حیران میمونند که دلیلش چیست. زمانی که گرفتاری اشتباه میشویم، اقرار به آن میتواند سخت باشد. گویا با پذیرفتن اشتباه از ارزشمان کم میشود. این نوع تفکر زمینه ساز مشکلی بزرگی است، زیرا تحقیقات آخر این گفته قدیمی برآمده از عقل سالم را ثابت کردند که بر عهده گرفتن و پذیرش تمام و کمال خطاها تنها راه پیشگیری از تکرار آنهاست. هنرمند محبوب بروس لی گفته است: اشتباهات همیشه قابل بخششند، به این شرط که فرد جرأتی پذیرفتن آن را داشته باشد. خوب، به این حال هنوز بسیاری از ما به این موضوع مبارزه میکنیم. محققان آزمایشگاه کلینیکی روانشناسی دانشگاه میشیگان در پژوهش به این نکته پی بردند که افراد وقتی اشتباه میکنند یکی از این دو رویکرد را در پیش میگیرند. دسته اول که نگرش مشاهده کردن دارند و جمله های مانند این باور دارند که فراموشش کن، هیچ وقت در این کار خوب نبودم. دسته دوم که از نگرش رشد برخوردارند و عباره‌ای خوب شد متوجه شدم، بگذار ببینم در کجای کار اشتباه کرده ام میپردازند تا دیگر تکرارش نکنند. خوب، نگرش رشد در برابر نگرش مشاهده با این فرقیت دارند که یکی از محققان این آزمایش میگوید با توجه کردن به اشتباهات زمان و انرژی بیشتری را صرف اصلاح آنها میکنیم. نتیجه این است که اشتباه به نفع شما تمام می شود. افرادی که نگرش رشد دارند فارغ از آنچه پیش آمده از اشتباه ها سر بلند بیرون می آیند، چون اشتباهاتشان را میپذیرند و از آن برای بهتر شدن فایده میبرند. در مقابل افرادی با نگرش مشاهده محکوم به تکرار اشتباهاتشان هستند، چون برای چشم‌پوشی از آنها نهایت تلاششان را میکنند. آدم‌های باهوش و موفق به هیچ وجه از خطا عاری نیستند. صرفاً نوع نگرششان است که آنها را قادر میکنند از خطاهایشان درس بگیرند. به عباره دیگر، آنها به ریشه‌های دردسری که درست کرده اند به سرعت پی میبرند و هرگز یک اشتباه را دو بار تکرار نمیکنند. پائولو کوئلو در کتاب کیمیاگرش میگوید اشتباهی که تکرار شود یعنی دو بار انجام شود دیگر یک اشتباه نیست، یک تصمیم است. برخی اشتباهایی که در فهرست زیر حالا ما برای شما پیشکش میکنیم، در حالی که تقریبا همه چنین اشتباهایی میکنند. افرادی باهوش تنها یک بار گرفتاری آنها میشوند، اما این شما و این هم فهرست 10 اشتباهی که افرادی باهوش دو بار گرفتار نمیشوند. یکم این اشتباه ها این است که عزیزان دل، باور کردن آدم ها و چیزهایی که بر نظر بیش از اندازه خوبند. برخی افراد آنقدر کاریزماتیک و با اعتماد به نفس هستند که ممکن است مجذوب و فریفته گفتارشان بشوند. آنها بی‌ایست از میزان موفقیت کسب و کارشان میگویند، اینکه چقدر دیگران دوستشان می‌دارند، با چه کسانی آشنا هستند و اینکه تا چه اندازه میتوانند موقعیت‌های مختلف در اختیار شما بگذارند. آدم‌های باهوش پیش از این که دو بار فکر کردن به معامله‌های بیش از اندازه خوب را یاد بگیرند، تنها کافی است یک بار فریب بخورند. نتیجه ساده‌لوحی میتواند فاجعه آمیز باشد. آدم‌های باهوش سوال‌های جدی میپرسند، زیرا متوجه هستند که هیچ کس از جمله خودی آنها به آن خوبی که به نظر میرسد نیست. خلاصه از ویژگی‌های افراد باهوش این است که زود باور نیستند. دوم،
انجام تکرار شده یک رفتار و انتظار کشیدن بر نتیجه فرق کننده. آلبرت اینشتین گفته است چنین یعنی انجام دوباره و دوباره یک کار و انتظار نتیجه متفاوت داشتن. خوب محبوبیت و بینش اینشتین ظاهراً بر فراوانی آدم‌هایی که مصمماً 2 بر علاوه 2 سرانجام برابر با 5 می شود تأثیر نگذاشته است. آدم‌های باهوش اما بر روش متفاوت عمل می کنند و یک بار تجربه این ناکامی برایشان کافی است. حقیقت واضح است، اگر رویکرد قدیمی را ادامه بدهید نتیجه های قبلی را می گیرید. اینکه چقدر مشتاق نتیجه دیگر باشد اهمیتی ندارد. آدم‌های باهوش می‌دانند اگر خواهان نتیجه متفاوتند باید رویکردشان را تغییر بدهند، حتی اگر این کار رنج آور باشد. سیوم، ضعیفی در تاریخ لذت‌ها. خب ما در زمان زندگی می‌کنیم که کتاب‌های تازه منتشر شده روی دستگاه‌های الکترونی‌مان ظاهر می‌شوند. اخبار به سرعت از منطقه‌های دوردست به ما می‌رسد و تقریباً هر چیز می‌تواند ظرف مدت 1 روز پشت در خانه‌مان تحویل شود. آدم‌های باهوش می‌دانند لذت به سرعت مهیا نخواهد شد و خیلی قبلتر از رسیدن به پاداش کار سخت وجود دارد. علاوه بر این آنها می‌دانند چطور از این موضوع برای انگیزه دادن به خودشان در تمام گام‌های مسیر دشوار رسیدن به موفقیت استفاده کنند. زیرا آنها از رنج و ناامیدی از رضایت دادن به چیز کمتر از آنچه می‌توانند باشند خبر دارند. چهارم این است که بدون حساب و کتاب خرج کردن. شما نمی‌توانید آزادی مالی را تجربه کنید مگر اینکه بر طبق محدودیت‌های یک حساب وارداتی و صادراتی را کنید. باوری به حساب داخل و خارج چی در مسائل شخصی و چی در مسائل کاری مجبورمان می‌کند بین خواسته و نیازمان انتخاب‌های حساب شده داشته باشیم. آدم‌های باهوش کافی است یک بار با صورت حساب روبرو شوند که از پسی پرداختش بر نمی آیند تا به فکری سر و سامان دادن اعمالشان بیفتند. آنها این کار را با به حساب آوردن همه خراجات ها آغاز می کنند که پولشان صرف آنها شده است. آدم‌های باهوش می دانند به محض این که بفهمند برای چه چیزهای و به چه میزان خرج کردن انتخاب‌های درست خود به خود نمایان می شوند. وسوسه خوردن یک استکان قهوه صبحگاهی خیلی کمتر می شود وقتی که بدانید سالانه به طور میانه خزینه مادری 500 سامانه برای آن می پردازید. داشتن حساب داخلی خارج تنها به معنی اطمینان یافتن از توانایی پرداخت دقیقه ها و صورت حساب ها نیست. آدم های باهوش می دانند داشتن حساب سختگیرانه برای خرج‌ها این اطمینان را به دنبال خواهد داشت که هرگز مجبور نیستند از فرصتی پیش رویشان صرف نظر کنند، زیرا سرمایه عزیزشان را برای روز مبادا جمع کردن. حساب واردات و صادرات داشتن به زندگی نظم می‌دهد و نظم اساس انجام کار با کیفیت است. خب پنجم، فراموش کردن چشمانداز کلی. این که تمامی تلاشتان آنقدر وقف کار پیش رویتان باشد که تصویری کلی را فراموش کنید. می توانید به سادگی اتفاق بیفتد، اما آدم‌های باهوش یاد می‌گیرند که چطور این موضوع را با تطبیق دادن اولویت بندی های روزمرهشان با یک هدف به دقت حساب شده کنترل کنند. این طور نیست که آنها به کارهایی که در مقیاس کوتاه مدت انجام می‌دهند بی توجه باشند. افراد باهوش صرفاً نظم و چشمانداز اصلاح مسیر را در صورت ضرورت دارا هستند. زندگی متشکل از تصویری کلی است و زمانی که فرد توجه به آن را از دست بدهد همه چیز دچار مشکلی خواهد شد. ششم، انجام ندادن تکلیف‌ها. همگی گاه در زندگی راه میانبری را انتخاب کردیم.
چه این میانبر کپی کردن تکلیف‌های درسی زشت‌شناسی از روی دست دوستمان بوده باشد و یا چه بدون آمادگی وارد شدن به یک جلسه مهم. آدم‌های باهوش می‌دانند در حالی که احتمالاً بعضی وقتا شانس به آنهاست، چنین رویکرد آنها را از واقعیت کامل پتانسیل هایشان باز می‌دارد. آنها روی شانس حساب نمی‌کنند و می‌دانند جایگزین برای کار سخت و ارزیابی ضرورت وجود ندارد. آنها می‌دانند اگر تکلیف‌های خود را انجام ندهند هرگز چیز یاد نمی‌گیرند. این مسیر میانبر یقیناً باعث از دست دادن کارتان می‌شود. هفتم، نقشه بازی کردن. سعی بر این که کسی باشیم که دیگران از ما می‌خواهند. وسوسه کننده است، اما هیچ کس از آدم تقلبی خوشش نمی‌آید. سعی برای تبدیل شدن به کسی که نیستید هیچ وقت ثمره خوبی ندارد. آدم‌های باهوش به محض این که برای اولین بار به خاطر رفتارهای صنعی بودن، فراموش کردن متن اجرای نمایش یا خارج شدن از نقشه‌شان کنار می‌گیرند، این مسئله را می‌فهمند. باقی آدم‌ها گویا اصلاً متوجه نیستند که دیگران همگی می‌توانند درست از روی اعمال آنها این موضوع را متوجه شوند. این آدم‌ها تشخیص نمی‌دهند رابطه‌هایی که خراب کردند، شغل‌هایی که از دست دادند و فرصت‌هایی که سوزاندند به این خاطر بوده که خواستند آدمی باشند که نیستند. در مقابل آدم‌های باهوش این ارتباط را به سرعت کشف می‌کنند و می‌فهمند شادی و موفقیت در گروی به رسمیت شناختن حقیقت درونشان است. هشتم، تلاش برای جلب و رضایت همه. تقریبا همه در جای از زندگی دچار این اشتباه می‌شوند. اما آدم‌های باهوش به سرعت می‌فهمند راضی کردن همه غیر ممکن است و تلاش برای راضی کردن همه نهایتاً هیچ کس را راضی نخواهد کرد. آدم‌های باهوش می‌دانند برای مؤثر بودن باید جرأت انتخاب‌های تاثیرگذار را داشته باشند. انتخاب‌هایی که از نظر آنها درست هستند و البته ممکن است رضایت همه را به دنبال داشته باشند. نهم، نقش قربانی را بازی کردن. گزارش‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی پر از داستان‌هایی هستند که افراد در آنها می‌خواهند به ظاهر شدن در نقش قربانی اهدافشان را پیش ببرند. مثلا دختری که فشار دادن گلویش با تکه پاره را نزد دوربین شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذارد و به این شکل تعداد زیادی را زود جمع می‌کند. آدم‌های باهوش ممکن است یک بار افشای نقش قربانی را امتحان کنند، اما به سرعت می‌فهمند این کار نوعی فریبکارانه است و هر منفعت حاصل از این روش به محض آنکه دیگران متوجه بازی شوند تمام می‌شود. نکته ظریف این استراتژی که تنها آدم‌های واقعاً باهوش آن را می‌فهمند این است که برای ایفای نقش قربانی باید از قدرتتان صرف نظر کنید، چیزی که نمی‌توان قیمت روی آن گذاشت. دهم، تلاش برای تغییر دادن دیگران. جاده تغییر یک انسان تنها از مسیر اشتیاق و توانایی خود او برای تغییر می‌گذارد. البته تلاش برای تغییر آدمی که نمی‌خواهد تغییر کند خیلی دشوار است. گویا خواسته عمیق قلب شما برای بهتر شدن همانطور که باعث تغییر شما شده آنها را نیز تغییر خواهد داد. بعضی از آدم‌ها فعالانه در جستجوی افراد مشکلدار می‌گردند تا آنها را اصلاح کنند. آدم‌های باهوش ممکن است این اشتباه را یک بار گرفتار شوند، اما پس از آن می‌فهمند قادر به تغییر هیچ کس نیستند جز خودشان. در عوض آنها سعی می‌کنند آدم‌های اصیل و مثبت را در زندگیشان داشته باشند و تلاش می‌کنند از آدم‌های سرشار از مشکل که آنها را پایین می‌کشند
دور بمانند. خب عزیزان دل، این 10 اشتباهایی بود که ما برای شما پیشنهاد کردیم که همین ما شاید در عمر داشتمون گرفتار شده باشیم و البته آنهای این اشتباه ها را دوباره تکرار نمیکنند که باهوش هستند. و یک بار دیگر به شما معلوم نماییم که چند دلیلی که ما در این نوار آوردیم از کتاب پائولو کوئلو، یعنی کتاب الخیمیک، یعنی کیمیاگر، آماده شدن که ما پیشکش شما عزیزان گردانیدیم. به شما زندگی شاد و پر از فرح را آرزومندیم. خوب و عافیت بماند. با مرکز خیرات باشد.